سلام، من احسانم و خوش اومدیم به کانال من. اینجا میخوام باهاتون در مورد سربازی و رشته پرستاری صحبت کنم و کلا علوم پزشکی ها. پس اگر سرباز نیستید یا تو حیطه علوم پزشکی فعالیت نمی‌کنید شاید این ویدیو به دردتون نخوره. برای بچهای علوم پزشکی بعد از اینکه کلی تلاش میکنن، چه پزشکش چه پرستارش و همه اینها، به هر حال باید سربازی رو برن. این مابین یه عده خب یا سربازی رفتن از قبل یا به هر دلیلی معاف میشن یا خدمت نمیرن، کسری دارن، هر چیزی خدمت نمیرن. اما کسایی مثل من که باید تا آخرین لحظه و ماه هم خدمت بکنن، براشون همیشه سوال من چه کار کنم؟ من شهر خودم بیفتم، جام خوب باشه، لب مرز نباشم، کار سخت نکنم. یه چیزی رو من بگم، شما به عنوان نیروی کادر درمان خیلی از شما قرار نیست کار سختی بکنید و خدمت برای خیلی از شما ساده خواهد گذشت. اما نکتهش اینه که چطور ساده و آیا از اون خدمت استفاده خواهید کرد یا نه. حالا در ادامه بهتون میگم باید چه کار بکنید و چه مسیری بهتره. ببینید، من هم توی پادگان بودم هم توی بیمارستان بودم و هر دوشو درک کردم و میدونم هر کدوم چه مزایا و فایده ای داره. اما در کل به عنوان یک آقایی که تازه فارغ التحصیل شده از رشته پرستاری، شما 1 سال از تاریخ فارغ التحصیلیتون وقت دارید که برای سربازیتون برنامه‌ریزی کنید، وگرنه غیبت می‌خورید و خب فرآیندش متفاوت میشه. شما باید کاری که می‌کنید، اولین پیشنهاد من به شما اینه، دفترچه‌تون رو وقتی پست می‌کنید، یعنی میرید پلیس به اضافه 10 میگید من می‌خوام برم خدمت سربازی، از شما مدارک می‌خوام، میرید واکسن میزنید، پیش پزشک میرید و اونجا به شما میگن که شما الان دفترچه اعزام شده، پست شده و تاریخ اعزام شما مثلا 2 ماه دیگه است. به شما حق انتخاب میدن، میگن آقا شما مثلا میتونی بگی من دوست دارم کی برم. خیلی مواقع قبول میکنن اگه کمبود سرباز نداشته باشن و شما مثلا میگی آقا من 2 ماه 3 ماه دیگه. باید یه چیز معقولی باشه و من بهتون پیشنهاد میکنم حداقل 2 ماه فاصله بندازین بین لحظه‌ای که پست میکنی، یعنی اگه خرداد ماه رفتید پلیس به اضافه 10، اعزامتون رو بذارید یا 1 شهریور یا 1 مرداد. ترجیحاً 1 شهریور خیلی بهتره. چرا؟ چون این مابین شما وقت دارید چند تا کار بکنید. اول از همه به کارهای شخصیتون برسید، کار ناتمام اگه دارید، چون شما به مدت 2 ماه کامل از دسترس خارج خواهید شد به محض اینکه برید آموزشی، و اگه آموزشی داشته باشید کلا 2 ماه هیچ کار نمیتونید بکنید و مشکلی و اتفاق بود که برای من افتاد. پس حتما کارهای ناتمامتون رو تموم کنید. اگر کسب و کار دارید، اگر مریضی دارید، هوم کیر میرید، هر برنامه‌ای که دارید حتما تو این 2 ماه هندلش کنید، به کسی بسپارید، چون دیگه دسترسی ندارید. چون 99% سربازا اصلا میفتن شهر دیگه، یعنی حتی تمام امکانات هم داشته باشن بازم یه شهر دیگه. کار دومی که میتونید بکنید اینه که محل خدمتتون رو برید انتخاب بکنید. حالا این 2 روش داره. روش معمولش که خیلی‌ها میرن انجام میدن اینه که به عنوان یه پرستار، چون تقاضا خیلی بالاه برای این نیرو یا پزشک یا هر کس دیگه، اینا میرن بیمارستان ها، مراکز بهداری رزمی، حالا چه ارتش، چه نیرو انتظامی، چه سپاه، میرن اینها بهشون میگن ما دوست داریم بریم اینجا خدمت کنیم. اونا هم به شما شرایط ها میگن، برگه سبز شما رو میگیرن، کپیش البته میگیرن و به شما میگن خب شما برو ایشالله بعد از آموزشیت میافتی اینجا. اما هیچ تضمینی وجود نداره. شما ممکن اصلا بری برای مثال توی نیرو انتظامی تهران اقدام کنی بیفتی هرمزگان، هیچ تضمینی وجود نداره. پارتی مهمه ولی باز هم ستاد کل نیروی مسلح تصمیم میگیره. پس این راه اولشه که خب این فرآیندش متفاوته، توی ویدیو دیگه میتونیم در موردش صحبت کنیم. اما یک مسیر دومی که خیلی‌ها خبر ندارن و این حتی به درد مثلا سربازای غیر علوم پزشکی هم میخوره با هر تحصیلاتی، سرباز ماهر. سرباز ماهر در این جهته که بیاد به مهارت‌های سربازان امتیاز بده و تشویقشون کنه برای اینکه سربازای مهارتی داشته باشن. حالا من و شمایی که علوم پزشکی هستیم، مدرک تحصیلیمون بزرگترین مهارتمون حساب میشه و به ما بیشترین امتیاز تعلق میگیره. برای بقیه سربازا، مثلا اونی که عمران خونده، اونی که اصلا تحصیلات دانشگاهی نداره، دیپلم داره یا هر چیز دیگه، بهشون میگه شما مدرک فنی حرفه‌ای برای من بیار و طبق مدارکی که ارائه میکنه به اینا امتیاز میده. فکر می‌کنم 240 امتیازه. و کسی که از یه حدی بالاتر باشه میتونه اولویت انتخاب کنه و اینها دسته‌بندیه، حد اکثر 4 اولویته و به ترتیب با توجه به امتیاز و اون رنجی که داره کم میشه. یه نفر میتونه 3 تا داشته باشه، یه نفر 2 تا، یه نفر اصلا هیچی نمیتونه. ولی من و شما که علوم پزشکی هستیم 4 تا اولویت داریم. حالا این به چه درد میخوره؟ نکته خوبش اینه که معمولاً اولویت اول شما رو لحاظ میکنن و 100% سرباز ماهر در خدمت شما مؤثر خواهد بود.
یعنی چی؟ یعنی شما به عنوان یک فرد علوم پزشکی میری توی سامانه سخا، اون کنار نوشته سرباز ماهر. این سامانه 1 ماه قبل از اعزام شما باز میشه. اینم یکی دیگه از دلایلی که بهتون میگم فاصله بندازید بین پست کردن و انگار شروع خدمتتون، اعزام. 1 ماه معمولا قبل از تاریخ اعزامتون سامانه باز میشه، 30 تا 35 روز قبل، و باید شما مدام هر روز سامانه رو چک کنید که اینو از دست ندید و 2-3 روز هم بیشتر براتون باز نیست. این رو که شما باز کنید به عنوان یه نیروی علوم پزشکی بالاترین امتیاز رو دارید و 4 تا حق انتخاب دارید. حالا این انتخابات چیه؟ شامل مرخصی میشه، 30 روز مرخصی دارید، 1 ماه کسری دارید، درجه بالاتر دارید، انتخاب یگان محل خدمتتون، مثلا دوست دارید نیروی انتزاعی باشید، سپاه باشید، ارتش باشید، وزارت دفاع باشید، هر جا شهر خودتون خدمت کنید، و 2-3 تا چیز دیگه داره که یکی از اینا رو به شما اختصاص میدم و شما اولویت بدید. مثلا میام من ترجیح میدم 1 ماه کسری رو داشته باشم، من ترجیح میدم درجه‌ام بالاتر باشه، من و بعد طبق اولویت خودت این 4 تا رو پشت سرم میچینی و معمولا تجربه خودم چیزی که دور و برم دیدم اولیشو براتون لحاظ میکنن. یعنی مثلا میگم شما اگه قرار بوده بیفتی ارتش، اگه انتخاب کنی نیرو انتظامی، میفتی تو نیرو انتظامی و اصلا پروسه متفاوت خواهد شد، آموزش دیگه، لباسا و همه چیز میره کنار و این خیلی مؤثره و این سرباز ماهر رو حتما جدی بگیرید. چون من تو صحبتایی که با فارغ التحصیلای پرستاری میکنم میبینم اصلا نمیدونن چیه، کلا دنبالش هم نرفتن، هیچی نمیدونن و استفاده هم ازش نمیکنن و ضرر هم میکنن. و یه طرف مثلا میتونسته 30 روز زودتر خدمتش رو تموم کنه ولی نمیدونسته این. و میگم یه مدت کوتاهی هم براتون هست و باید استفاده بکنید. و بعد که این کار انجام شد دیگه شما نزدیک میشه به تاریخ اعزامتون، 4-5 روز قبل از تاریخ اعزام به شما اعلام میشه دیگه کجا و کدوم ارگان افتادید، باید آماده بشید و برید خدمت و آموزشیتون رو شروع کنید. اگه آموزشی داشته باشید میرید آموزشی رو شروع میکنید و 2 ماه کلا از دسترس خارج هست. حالا میتونید زنگ بزنید بهتون مرخصی موقت میدن برید، ولی کار خاصی نمیتونید واقعیتش انجام بدید. پس کلا به عنوان یک پرستار شما خدمتتون خوب خواهد گذشت و حتی اگر در پادگان‌های نظامی هم بیفتید به جای بیمارستان، چون پادگان‌ها هم بهداری دارن، پرستار نیاز دارن و در هر صورت پرستار نیروی خیلی ویژه و نیروی انگار پرتقاضاییه و شما رو خیلی استقبال میکنن از شما. و حتی اگه توی پادگان هم بیفتید توی قسمت بهداری هستید، نمیرید کار بیهوده و نمیدونم برجک و نظافت و این کارا رو انجام بدید و برای شما خیلی خوب خواهد شد. اگر هم توی بیمارستان باشید که خب مریض دارید، کار میکنید، ممکنه بهتون کارانه بدن، اضافه کار بدن، حالا با شرایط متفاوت خودش و به شما خیلی خدمت راحت‌تر و بهتر خواهد گذشت. و من توصیهم خودم اینه که برید سمت بیمارستان، چون نسبت به پادگان واقعا کار رو یاد میگیرید. این توضیحات کلی بود در مورد اینکه بچه‌های علوم پزشکی چطور میتونن خدمت سربازیشون رو بگذرونن و اصلا مسیرش چیه و چه کار میکنن، تجربیات خودم و کسایی که باشون کار میکنم و خواستم اینو باهاتون به اشتراک بذارم. اگه این ویدیو به درتون خورد بفرستش برای دوستتون که پرستاره یا میخواد سرباز بشه و بتونه از تجربیات من استفاده کنه. اگه شما هم تجربه مشابهی دارید این زیر کامنت کنید تا بقیه دوستانم استفاده کنن. خیلی ممنونم ازتون، روز خوبی داشتید.